امروز میخوام در مورد یکی از معروفترین چهره‌های تاریخ حرف بزنم، اما نه از توی کتاب‌های قطور، از روی یه تیکه کاغذ که خودتونم دیدین، اسکناس $100. بله، همون آقای جدی با موهای بلند و نگاه نافذ. همه ما میدونیم اسمش بنجامین فرانکلین هست، ولی قصه این مرد خیلی فراتر از یه عکس روی پوله. نکته جالبی که وجود داره اینه که این اصلا رئیس جمهور نبود. پس چرا روی اسکناس گذاشتنش؟ برای جواب باید بریم به شهر باستون. حدود سال 1706 بچه دهم خانواده به نام بنجامین. پدرش شمساز بود. شرایط مالی خوب نبود، ولی از همون بچگی ذهن گرسنه داشت. فقط 10 سال به مدرسه رفت و مجبور شد کار کنه. تو چاپخونه کار میکرد، روزنامه حمل کرد، ولی اونجا نموند. ذهن کنجکاوش دنبال چیزهای بزرگتر بود. در نوجوانی با کلی اراده به فیلادلفیا فرار کرد. تقریباً با جیب خالی. اونجا دوباره کار چاپ رو شروع کرد و کم کم اسمش رو تو روزنامه‌نگاری سر زبون‌ها انداخت. اما این فقط شروع ماجراست. فرانکلین مثل یه ماشین یادگیری بود. خودش رو به شکل عجیبی آموزش داده بود. فرانسه بلد بود، لاتین بلد بود، علوم رو خودش میخوند و این آتش کنجکاوی باعث شد به چیزهایی فکر کنه که مردم عادی اون زمان حتی خوابش رو هم نمیتونستن ببینن. مثلا برق. مردم فکر میکردن نیروی اسرارآمیز و ترسناکیه، ولی فرانکلین اومد و با یه ایده دیوانه‌وار ثابت کرد رعد و برق یه پدیده الکتریکیه. اون آزمایش معروف رو حتما شنیدید. بادنما. یه کلید فلزی رو با یه نخ به یه بادبادک بست. بادبادک رو توی طوفان رها کرد و دید جرقه میزنه. اون زمان یه خطر خیلی بزرگی انجام داد. ولی نتیجهش چی شد؟ اختراع برقگیر. با این اختراع ساده جلوی آتش سوزی خیلی از ساختمونا رو گرفت. از ترس یک نیروی ناشناخته رسید به یه اختراع نجات دهنده. پس شد دانشمند. فرانکلین ذاتاً یه مشکل گشا بود. میدید یه مشکلی تو جامعه هست، میرفت سراغ حلش. دید مردم عادی کتاب ندارن، کتابخونه عمومی وجود نداره. چیکار کرد؟ اولین کتابخونه امانتی رو توی آمریکا راه انداخت. مردم با پرداخت یه حق عضویت کوچیک میتونستن کتاب قرض بگیرن. اسمش رو گذاشت کتابخونه شرکت فیلادلفیا. این ایده فرهنگ مطالعه رو تو آمریکا متحول کرد. دید شهر آتش نشانی منظمی نداره. چیکار کرد؟ اولین شرکت آتش نشانی داوطلبانه رو تشکیل داد. دید مردم بیمارستان مناسبی ندارن، کمک کرد تا اولین بیمارستان عمومی شهر رو بسازن. حتی دانشگاه پنسیلوانیا رو تأسیس کرد. یعنی آموزش رو هم دریغ نکرد. به فکر همه چیز بود. امنیت، سلامت، آموزش و فرهنگ. مثل این بود که میخواست یه شهر ایدئال از صفر بسازه. حالا بخش سیاسی ماجرا. وقتی جو استقلال طلبی تو مستعمره‌های آمریکا داغ شد، فرانکلین دیگه مرد میانسال با اعتبار بین‌المللی بود. دانشمند و ناشر معروفی شده بود. اون به یکی از چهره‌های اصلی انقلاب آمریکا تبدیل شد. اعلامیه استقلال رو امضا کرد و در نوشتن قانون اساسی آمریکا نقش کلیدی داشت. اما شاید بزرگترین نقشش تو دیپلماسی بود. انقلابی‌های آمریکا تو جنگ با بریتانیا ضعیف و نیازمند کمک بودند. آمریکا تازه متولد شده بود. فرانکلین رو فرستادن به فرانسه به عنوان سفیر. تصور کنین تو دربار پرزرق و برق پاریس بین اشراف یه مرد ساده‌پوش آمریکایی با کلاه خزار معروفش ظاهر میشه. اما این ظاهر ساده یه نابغه رو پشتش قایم کرده بود. فرانکلین تو فرانسه یه سوپرستار شد. اون نماد عقل سلیم و سادگی نیک آمریکایی به حساب می اومد. فیلسوف‌های فرانسوی عاشقش بودن. با کار دیپلماتیک قوی و شخصیت کاریزماتیکش تونست پیمان اتحاد حیاتی با فرانسه رو بگیره. این پیمان یعنی کمک‌های نظامی، مالی و دریایی فرانسه به امریکا. خیلی از مورخان میگن بدون این کمک فرانسه پیروزی امریکا در جنگ انقلابی غیر ممکن بود. پس شد دیپلمات نابغه. یه جنبه دیگه از شخصیتش، پشتکار و فلسفه علمی بود. اون طرفدار کار سخت، صرفه‌جویی و خودسازی بود. کتاب پور ریچاردز آلمناک رو منتشر کرد که پر بود از پندهای کاربردی و ضرب‌المثل‌های هوشمندانه درباره پول و زندگی. مثلا سنگی که غلطانه خزه نمیبنده یا زندگی رو به تعویق انداختن وقت رو میکشه. این جملات ساده تبدیل شدن به بخشی از فرهنگ عامه آمریکا. پس شد فیلسوف مردمی. حتی کارهای کوچیک و به ظاهر پیش پا افتاده هم براش مهم بود. نقشه اولین سرویس پستی بین مستعمره‌ها رو کشید و خودش اولین وزیر پست امریکا شد. تقویم رو اصلاح کرد، ولی بهبود بینایی عینک دوکانونه رو طراحی کرد. حتی یه ساز موسیقی به نام هارمونیکای شیشه‌ای اختراع کرد. واقعاً هیچ زمینه‌ای نبود که دستی توش نبرده باشه. حالا برگردیم به اسکناس. وقتی بعد از مرگش میخواستن برای اسکناس بزرگ جدید $100 یه چهره رو انتخاب کنن، دنبال کی بودن؟
دنبال نمادی از ارزش‌های امریکایی بودند. ارزش‌هایی مثل خلاقیت، سخت کوشی، دانش، میهن‌پرستی و خودسازی. فرانکلین دقیقاً همین بود. از صفر اومده بود بالا. یه سلف مید یا مرد خودساخته به تمام معنا. داستان زندگیش به مردم میگفت تو هم میتونی. این رویای امریکایی بود که توی اون متبلور شده بود. اسکناس $100 قوی ترین و با ارزش ترین اسکناس در گردش روزمره است. گذاشتن عکس فرانکلین روی اون یعنی اعتراف به اینکه بزرگترین ثروت یک ملت پول نقد نیست، بلکه دانش، نوآوری و خرد هست. فرانکلین نماد خرد بود. یه جورایی پشت هر $100 فکر و تلاش یک نابغه خوابیده. پس دفعه بعد که یه اسکناس $100 یا حتی عکسش رو دیدید، فقط یه تکه کاغذ سبز نبینید. داستان پر از ماجرای یه پسر فقیر شمساز رو ببینید که با ذهن گرسنش به یک دانشمند بین‌المللی تبدیل شد. کسی که شهرش رو ساخت، به کشورش استقلال بخشید و با ایده‌هاش دنیا رو تغییر داد. از اون آزمایش رعد و برق که جانها رو نجات داد تا کتابخونه‌ای که ذهنها رو باز کرد. بنجامین فرانکلین بیشتر از این که صورت روی دلار باشه، روح پیشرفت و کنجکاوی هست که به این کاغذ ارزش واقعی بخشیده. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید. اگر نظری دارید، ایده‌ای دارید، حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی دیگه، بدرود.